سلام به علاقه‌مندای زبان انگلیسی. امیدوار هستم که جور صحتمند باشین و روزگار زندگی هم به خیر و به خوبی بگذرد. امروز میخوایم که یک درس بسیار مهم و جالب را بر شما تدریس بکنم که بسیار کاربرد زیادی دارد در روزمره زندگی ما و بسیار شاگردا هم در این بخش مشکل داشتن، یعنی استفادهش درست کرده نمیتونستن و فرقش هم نمیفهمیدن و از ما زیاد سوال میشد و همچنان کسایی که انگلیسی صحبت میکنن آنها هم فرقی را نمیفهمن. دیگه امیدوار هستم که تا آخر بیننده برنامه ما باشید، ویدیو ما تا آخر ببینید انشالله که معلومات مفید را بر شما شریک میکنیم. و درس امروز ما که از درباره each other, one another, each other and one another اینی موضوع است. بعضی ها میفهمن معناش چیست. معنایش تقریبا یک معنا داره، هیچ فرقی نداره. each other, one another معنایش است همدیگر یا یک دیگر، یک معنا داره. درست در معنایش کدام مشکل نیست، اما در استعمالش فرق وجود داره و او هم بسیار فرق بسیار جزئی هست، اما مهم است بر همه شما که بدانین. each other, one another اینها از لحاظ گرامر که هستند پروناون هستند، ضمایر هستند. دیگه میایم استفادهش چه قسم استفاده باید بکنیم. وقتی که میخوایم راجع به دو نفر گپ بزنیم ما میتونیم که each other یا one another را استفاده بکنیم، اما بازم فرق وجود داره. مثال ما میگم Ali and Omar are friends. علی و عمر دوستا هستند. They love each other. آنها یکی دیگر خود را دوست دارند. همین جمله را میتونم که بگویم Ali and Omar are friends. علی و عمر دوستا هستند. They love one another. آنها یکی دیگر خود را دوست دارند. هر دویش یک معنا داره، فرقی وجود نداره در معنایش، اما از لحاظ گرامر بعضی فرقای وجود داره. مثال ما میگم که they love each other. ایجا که از each other more common است، زیاد عام است، مگر less formal است، کم عام است. اچی کم رسمی، زیاد رسمی نیست. اما وقتی که میگم they love one another ای که از more formal است، بسیار زیاد رسمی است، اما less common، مردم کم استفاده میکنه، عام نیست و زیاد. این یک فرقش است وقتی که راجع به دو نفر گپ میزنیم، درست؟ one another or each other. اما وقتی که بیشتر از دو نفر میخوایم گپ بزنیم، یعنی بیشتر از دو اشخاص باشه، 3 نفر باشه، 20 نفر باشه، 1000 نفر، میلیون باشن، هر چقدر که باشن تا آخر، دیگه ما باز each other استفاده کردن نمیتونیم. ما میتوانیم که one another را اینجا استفاده بکنیم، یعنی بیشتر از 2 نفر که باشن ما باید one another استفاده بکنیم، each other نه. مثال افغان ها تقریبا 38 میلیون هستند، درست؟ نفوس افغانستان 38 میلیون است تقریبا. دیگه آله ایجا که از بیشتر از 2 نفر شد. آیا ما میتونیم بگویم که Afghans love each other؟ No، نمیتونیم. Afghans love one another، چون بیشتر از 2 تا شد. اگر 2 تا بودن هر دویش استفاده کرده میتونیم، اما بیشتر از 2 تا شد باز میتونیم که بگویم که one another. Afghans love one another. Muslims must respect one another. نمیتونیم بگویم که Muslims must respect each other. کاملا غلط است. each other فقط به 2 نفر، 2 شخص میتونیم استفاده بکنیم. این فرق دومیشه شد. یعنی بیشتر مردم ما دیدیم که وقتی میخوان بیشتر از 2 نفر باشن با اونا هم each other استفاده میکنن، یعنی فرقش نمیدونستن. امیدوار هستم که این برای شما مفید بوده باشه و تعقیب کننده برنامه‌های بعدی ما باشید. ما میخوایم که موضوعات بسیار مهم گرامری را بر شما در یوتیوب چینل خود تشریح بکنم. هم شما میتونین که ما را در یوتیوب چینل دنبال بکنین، در فیسبوک، در اینستاگرام، در تیک تاک. دیگه انشالله که میخوایم یک شخصی باشم که بتوانم بهتر با شاگردای زبان انگلیسی خدمت بکنم. سلامت باشین.